سلام، به شیوانا خوش اومدین. این اولین ویدیو من توی یوتیوبه، پس تصمیم گرفتم برای اولین ویدیو روم تور داشته باشیم. برای اینکه اتاق کار کاربردی و خوشگل بشه تصمیم گرفتم میز و کمدی که به هم دیگه متصل بود و از هم جدا کنم. بعد از اینکه این دوتا از هم جدا شدن، میز یه دونه پایه کم داشت. پس ما این پایه رو از بیرون گرفتیم و همسرم پایه و میز رو به هم وصل کرد. اولین جایی که مرتب کردم این کمد بود که داخلش وسیله‌های مربوط به جواهردوزی و گلدوزی رو چیدم، اما مهره‌ها و مروایدها همینطور نابسامونه. پس بریم با هم مرتبشون کنیم. خب بعد از چند ساعت همه مروایدها و مهره‌ها سر جای خودشون قرار گرفتن و شلف هم تمیز شد. حالا وقت چیدن مروایدها داخل شلفه. امیدوارم خسته نشده باشی. حالا همه مروایدها و مهره‌ها سر جای خودشون قرار گرفتن. بریم بقیه وسیله ها رو بچینیم. راستی اینا کارهای دستبافت خودمه که کم کم بهتون یاد میدم. از اونجایی که من یه دختر شمالیم و عاشق طبیعت، اتاق کار بدون گل طبیعی هرگز نمیشد. پس بیان یه چرخی توی بازار گل تهران بزنیم و یه گل خوشگل برای اتاق بگیریم. آها، حالا همه چی کامل شد. به نظر من خونه‌ای که گل نداره روح نداره. نظر تو چیه؟ قدم یکی مونده به آخر چیدن این کارگاه‌های گلدوزی شده با دست روی دیواره. همه اینا رو خودم چند سال پیش با دست دوختم. حالا بریم روی دیوار نصبشون کنیم. اینم از روم تور شیوانا. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره. توی ویدیوهای بعدی قرار آموزش‌های هنری داشته باشیم، پس حتما منو دنبال کن.